یک نماینده وزارت کره خارجه روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان که نظارت بر افغانستان را به دست دارد خواست راههای از بین بردن شدت وضع در سرحد را جستجو کنند. الکسی زایتسف، معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کره خارجه روسیه، روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران میباشد. او افزود درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش‌ها رسیده است. ما دعوت میکنیم که دوشنبه و کابل راههای برای هر دو جانب مناسب حل افزار بیابند. بنا به اطلاع جنبش طالبان، ده‌ها هزار نیروی ویژه تنها در ولایت نزد مرزی تخار افغانستان جایگیر شدند، گفت زایتسف. سخنگوی طالبان آخر هفته گذشته با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار هم مرز با تاجیکستان هزارها نیروی لشکری منصوری را فرستادند. جانب تاجیکستان در جریان سفر رئیس جمهوری امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم مرز با افغانستان چند روز پی هم با اشتراک سربازان و افسران و تکنیک‌های حربی گشت نظامی برگزار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، آخر هفته گذشته هدف از فرستادن نیروها را پیشگیری تهدیدهای احتمالی گفت، اما از کدام تهدید نام نبرد. معلوم نیست اعلان فرستادن هزاران مرگطلبی شهید شو به غیر از تهدید نسبت به تاجیکستان چی بوده میتواند. یک منصبدار نیروهای مرزبان تاجیکستان در ولایت بدخشان با شرط ذکر نشدن نام خبر ارسال هزاران نیروی طالبان را واهمه خواند، ولی گفت مقامات تاجیکستان آن رویدادهایی را که در آن طرف مرز میگذرند از نزدیک پیگیری دارند. پیشتر طالبان به تکرار گفتند به کشورهای همسایه تهدیدی را روان نخواهند دید.